موضوع امروزه صحبتی ما پیرامون فعالیت کودکستان ها در حدود جمهوری هست و حالا با استفاده از حضور قطب‌الدین محیدین زاده مسئول وزارت معارف و علم کشور میخواستم صحبت خود را پیرامون فعالیت کودکستان ها ادامه ببخشیم و لطفا میگفتید که در حدود جمهوریمون چقدر کودکستان ها فعالیت میکنند و در کدام منطقه ها؟ تشکر. امروز در جمهوری 744 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکنند که نسبت سال گذشته 37 عدد زیاد می باشد. در این مؤسسه تا مکتبی 113970 کودک و تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است که نسبت به سال گذشته قریب 10,000 کودک زیاد می باشد. اصلا مؤسسه تا مکتبی در مرکزهای مأموری و شهرها تأسیس داده شده است. در آن جایی که هم پدر هم مادر فعالیت های گوناگون مشغولند و همزمان میخوان که کودک خود تعلیم و تربیت تا مکتبی گیرند. چنانچه در ولایت مختار کوهستان بدخشان 28 مؤسسه تا مکتبی، در شهر دوشنبه 167 مؤسسه تا مکتبی، در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری 67 و در ولایت سوق 284 مؤسسه تا مکتبی و نهایت در ولایت ختون 171. طبعا گفتیم در مجموع 744 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 113,970 کودک فعالیت می‌نماید.